صبح میشه فیسش شادابی ذره سیادیه برای این بدن گرفته. مثلا دیروز با اینکه سبک‌ترین روزم بود، سنگین بود. امروز دیگه صبح باید برم برای کاردیو دیگه. بعد از اونشو کامل کار دارم. اینکه تایم نمیشه گفتم صبح فردا بازی آزمون داریم. پس فردا آزمون دیگه که زبان میکنم مشکل نیست، اما فردایی و یکم باید مطالعه داشته باشیم. بی‌ناموسا باز صحبت میکنم، میخوام بگن تاثیر اینا رو باید میخوان صفر کنن. نمیدونم. ویدیوهای یوتیوب تازه توی این تاریخ آپلود شدن روی یوتیوب که من حالا مثلا دیگه فردا بشینم تایتل و تامنیل رو که تامنیل خاصی نیست، عکس کاور فقط دست داخل خودم اون ویدیو رو آماده کنم و اسکجول کنم، تایم بندی کنم برای آپلود و هر روز 8 تا بیاد بالا تا برسیم بهش. فکر کنم بریم فردا بخواد چیزش تکمیل شه، تایم بندی بشه. از 144 تا 8 تقسیم بر 8 دیگه. ببین 160 در نظر بگیم تو 20 روز آینده میاد کامل میشه، چون 144 تا در حال حاضر هست و 144 تا میشه چقدر؟ مثلا از فردا که 30 بزنی تا که من هم سرچ کار نکنم. اون که باز 25 تا جان در نظر بگیم، نه دیگه 25 تا مثلا 15 تاشو در نظر بگیریم میشه 120 تا. باز 4 تا دیگه باید بذاری روش، نه 3 تا دیگه باید بذاری روش دقیق بشه. چه شد؟ میشه 18 روز. 18 روز دیگه میشه 17 هم. تا 17 هم 18 تا ویدیو دوباره میاد بالا. همون 20 تموم میشه تقریبا، سر به سر میشه. خب اگه الناس ما میخوایم راه بیفتیم بریم سمت باشگاه، تموم دوچرخه ثابت داریم امروز، بچه عوازیه بزن بریم استارتش لازمه بگیریم تازه گرد شد.